سلام، امروز اومدیم بریم لوگو باشگاه استقلال رو بسازیم. برو بریم سراغش. خب اول اینجا رو در نظر میگیم که میخوایم براش بسازیم، جایی که میخوایم بسازیم. حالا میایم اولش رو میکشیم، پله پله میریم بالا که دایره‌ای بتونیم درش بیاریم. کم کم میریم بالا. خب اینجا دیگه خیلی زیاد بردمش بالا، پس یکم کوتاهش میکنیم. حالا میریم بالا، دوباره اینجا زیاد بود، دوباره کمش میکنیم و میریم بقیهش رو بسازیم. خب آقا من اینجا تا اینجا بردم، مساوی قشنگ و خوشگل براتون در بردمش. حالا باید بیایم پایین. اینجا فکر کنم حدود 10 تا بلاکه و اینجا هم زید بشونیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا بلاک. حالا بقیه‌اش رو دیگه باید بکنیم. 14 تا بلاک دقیقاً مساوی با بالا بود، من اشتباهی گفتم 10 تا بلاک. خب حالا اینا رو میکنیم، میایم سراغ بقیه‌اش. اینم پله‌ای میریم بالا. خب دور تا دورش رو ساختیم. حالا باید کلش رو سفید کنیم و بعد روش طرح میندازیم. فقط اینجاشو یه تغییر کوچیکی دادم. حالا بریم کلش رو سفید کنیم. خب بچه‌ها سفید شدش. بریم بقیه‌اش رو ادامه بدیم. اینجا میخوام طرح دایره هاشو بندازم. اینجا 3 تا دایره هاشو انداختم و یه دونه از دایره هاش آبیه توش، که این دایره است دارم توش آبی میکنم. خب آقا توش دایره رو آبی کردیم. حالا باید یه چیزی شبیه 9 این بالاست و ما باید اونو درست کنیم. خب بچه درستش کردیم دیگه. زیاد من توقع نداشته باشید که من بتونم دقیقا اون زیر استقلال و اینا رو بنویسم. حالا واقعا نظرتون رو تو کامنت بدین. اگه 1 تا 10 چند میدین؟ اینم 2 تا ستاره بالاش بعد دورشون مشکی بکشیم. اینم از نتیجه کار. براتون لوگو پرسپولیس هم میسازم. تا فردا، بای.